وازی تشکی گله کی بالکش ورا پیشکش بکم تماشاوان نهجه اف 30 سالن از کار تلویزیون دکم 30 سال یعنی الپیشیا اکران ما جوارا نوچه هم پیشکش دکم لی دوان 30 سال این کاری خوی تلویزیون دا من هی نوچه که وی آواهی پیشکش نکره هون رقم که پشت من دمینن 15,000 چه 15,000 برمیل پترول هر روز و ریو بریا خسر بفروشه حکومت سوریه و بفروشه شامه یعنی و نبلاش بده شامه هر روز 15,000 برمیل پترول و بفروشه افجی لگور گریبسته که دنابر ریو بریا خسر و حکومت سوریه دهاتی چی کرن و لگورا و ریکفتنه لگورا و گریبسته و او پترول ورا فروتن گلگی بالکشه من گفت تجاران این شکی وها چی نبویا حتی نها حکومت سوریه پترول روز آوای کردستان اما شخوره دبر یعنی بلاش دبر لی ادی او تشتات تنه ادی و ریو بریا خسر هر روز 15,000 برمیل پترول بفروشه حکومت سوریه پترول سوریه کدره درد که پترول سوریه ل رمیلان درد که رمیلان کدره روز آوای کردستان هریما دیریکا همکو یعنی جد شداده دیر زوره و جگلک جهندن اف پترول روز آوای کردستان یعنی روزانه 15,000 برمیل پترول و برین تانکران بچن بصفات یعنی رافینرین حمص و بانیاسه دی لوی داره و جبو آلیندن و وارن بلاف کرن براستی گلکی بالکشه سیاست شکی وهایا بنیره بری کو رژیم اسد بکوه خلکت شکیدن تخمین کرن پشتی رژیم اسد کت یکیش مراگو سیاست مداره کی کرد بود گوت دل بخوین تو دزانی پشتی کو اسد کت به وی آواهی کت و احمد شرع بو سروک سوری از وقتی گهیشتم که متشتک ج سیاست فهم نکریه یعنی مثلا اوه بنیرن که تخمین دکر که باور دکر روژک و وره و کرد پترول خو بفروشن حکومت سوریه و افروتنا و پترول و گریبسته که تناور کردان و حکومت سوریه ده چی بود شکی بالکشه